علیزیا برش 2 تا رپر رو آورده با هم دیگه آشتی بکنن. با مهیار آشتی کردی؟ رفیقمه. بعد دلتون تنگ شده باشه، دلتون بخواد همو ببین. تنگ شده باشه. ببین اینجا، همینجا واسطه اینجا. اصلا رپ مگه مال آشتی؟ این رپرها وظیفه‌شون همدیگه رو دیس بکنن، با هم دشمن باشن. علیزیا این میخواد فضای مثلا رپ رو میخواد تلطیف بکنه، برداشته یه رپر آورده، رپر خودش میگه تو صندوق کیلو جنس، خب این اعدام داره، اصلا جرمه. بعد تو آوردی داری اینو سفیدشویی میکنی. اصلا دنبال اینی که رپرها رو مهربون جد. آقا من در نیمه شب دنبال اینم که فضای رپ رو سمی کنم، فضای رپ رو جنگی کنم. مثلا من تا میتونم میخوام بین رپرها، برعکس علیزیا من با خود علیزیا، آقای علیزیا من اصلا تو رو همین الان به مبارزه در قفس دعوت میکنم. چیه هی آشتی و صلح و فلان و اینا؟ بجنگید با هم. ببینید ایرانی کارت